کنجی از میدان روستا نوازنده خوش‌ذوق عده‌ای از اهالی را گرد هم آورده بود و بساط لهو و لعب پهن می‌کرده بود. کت خدا آقا، رفتم آوردمش خدمتتان. مردک، این چیست که با خود آورده ای و در ده ما معرکه گرفته ای؟ این سنتور است جناب، نوعی ساز است، می نوازانم و مردم را می شادمانم. اگر ساز است پس چرا اینقدر شاد است؟ مگر چند تا سیم دارد این آلت ابتذال؟ سنتور 36 سیم دارد. 36 تا خیلی زیاد است. در ده ما نهایتاً 5-6 تا سیم مجاز است. برو و از تعداد سیمهایت بکاه. و آن هنرمند سیمهایش را کاستن نمود تا مردم آبادی زیاد شادی نکنند. طبق گزارشات واصله مردم هنوز خیلی شادند. برو و از تعداد سیمهایت بکاه. و باز هم سیمهایش را کاستن نمود. آلت ابتذالت این بار چند تا سیم دارد که مردم همچنان غرشان میگیرد؟ کت خدا آقا، این ستار است. خب معلوم است ستار 3 تا سیم دارد. نه 3 تا هم زیاد است. برو و از تعداد سیمهایت بکاه. آقا آخر بدون تار که من نمیتوانم بنوازانم. چرا میتوان؟ قال برو بهش نشان بده که چطور میشود. خب امروز میخوام از خاطرات دفاع از امامزاده روستای بغلی براتون تعریف کنم. شما هم تا میتونید گریه کنید. اون عقبی ها گریه هاتون شله نبودی ببینی شهرازاد دوانده هبینه دی بانه هبینه دی ناده نه